خب به مطلب ششم رسیدیم. مطلب ششم احکام تشریعی سیاسی یا نظام سیاسی اسلام است. احکام حکومت و حکم و حکومتداری، یعنی قانون و قانونگذاری پیامبران در نظام سیاسی اسلام و نظام خلافت اسلامی. حکم نمودن به ما انزل الله، یعنی مطابق آنچه که الله نازل کرده در قرآن و سنت در نظام سیاسی اسلام، در نظام خلافت اسلام وظیفه نبیین، پیغمبران و پیروای راستین از اوناست که این احکام در این آیات بعدی ذکر میشه، یعنی نظام سیاسی اسلام. دوستای عزیز، وقتی که این نظام ها بیان میشه و اگر نظام اعتقادی هست، آیاتی که احکامی که درباره اعتقاد است یا احکامی که درباره عبادات است که ما و شما خواندیم یا احکامی درباره سیاست میه، اگر کسی از این احکام و این آیات قبول نمیکنه این کافر میشه. مثلا کسایی هستن که امروز میگن که نظام سیاسی یا در اسلام سیاست نیست، ولی اینجا ما در اسلام آیاتی داریم که درباره سیاست اسلام هست که این آیات خوانده میشه. این حال اگر کسی میگه که در اسلام سیاست نیست، به این معنی که این آیات قرآنی را قبول ندارد و با انکار آیاتی که درباره سیاست اسلام است این کافر میشه. بعضی کسا مثلا در قسمت اقتصاد مثلا میگه در اسلام اقتصاد نیست، در حالی که آیاتی که درباره اقتصاد و نظام اقتصادی و مالی هست اگر میگه اقتصاد در اسلام نیست، به این معنی که از این انکار کردن. و کسایی که میگه مثلا در اسلام حقوق زن و حقوق طفل و اینیا نیست، این از نظام یا احکام و آیاتی که درباره نظام اجتماعی است از این انکار میکنن. پس باید متوجه این نقاط باشیم. حال فعلا مثلا در نظام سیاسی اسلام اول مکلفیت پیامبرا در حکم به ما انزل الله. حال امی پیغمبرا بر چی آمدن؟ پیغمبرا چرا مثلا شما پرسان بکنین چرا موسی علیه السلام در مقابل فرعون قرار گرفت؟ چرا فرعون در مقابل از قرار میگه؟ و ابراهیم علیه السلام چرا در مقابل نمرود استاد میشه؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا در مقابل دارالندوه و در مقابل طواغیتی که در عصرشان بودن در مقابل از اینا استاد میشن؟ به خاطر اینکه که در اسلام نظام سیاسی هست، نظام سیاسی که مکلفیت پیغمبر است که حکومتی بسازه که او حکومت اسلامی هست و خلافتی بسازه که خلافت اسلامی هست. مثل که ما شما دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤسس نظام اسلامی و حکومت اسلامی و خلافت اسلامی در مدینه منوره بود که بعد از رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از او خلفای دیگه مثلا خلفای راشدین خلافت اسلامی را گذاشتن. بعد از خلافت خلفای راشدین خلفای اموی بودن و بعد از او خلفای عباسی بودن تا اینکه خلافت مسلمانان توسط هولاکو نواسی چنگیزخان سقوط داده شد و خلافت اینا از بین بردن و به عوض از این قوانین چنگیزی را آوردن که اگر شما تفسیر ابن کثیر بخوانید و کسایی که مثلا حکم به غیر ما انزل الله میکنن اینا را کفرشانه در اینجا بیان میکنن و در آیات قرآن است. حالا ما و شما اولین آیت مکلفیت پیامبران در چی هست؟ در حکم به ما انزل الله هست. این آیتی هست که به حکومتداری و سیاست تعلق داره. الله متعال میگه کان الناس امتا واحده، میگه مردم یک امت بودن. فبعث الله النبیین، پس الله فرستاد پیغمبران را. ببین نبیین پیغمبران را فرستاد، مبشرین و منذرین که پیغمبران بشارت میدادند و میترساندند. و انزل معهم الکتاب، و الله متعال به این پیغمبران کتاب به امرایشان فرستاد. بالحق، به حق. چرا کتاب فرستاد؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که اینا حکم بکنه در بین مردم در مسائلی که اینا اختلاف دارن. مثلا در مسائل سیاسی اختلاف دارن، کتاب الله حاکم است برشان میگه در مسائل سیاسی راه حل چی است. در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل جنایی این پیغمبران آمدن تا حکم بکنن در بین مردم، حکومت بکنن در آنچه که اختلاف کردن. و ما اختلف فیه، و اختلاف نکردن در این مورد الا الذین اوتوه، مگر کسایی که برشان کتاب داده شده بود. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه برشان دلایل روشن آمد.
چرا اینا مخالفت کردن؟ بغیا بینهم، به خاطر بغاوت و سرکشی و طغیان. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، پس هدایت کرد الله کسانی را که مؤمن بودن در این اختلافاتی که درو کردن، من الحق به حق، باذنه به اجازهش، والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، و الله هدایت میکنه هر کسی را که خواسته باشه به راه راست. دوم، امتحانات و مصیبت ها در پذیرش توحید و تطبیق تشریع الهی. یعنی اینجا الله متعال میگه که وقتی شما ایمان میارین و موحد میشین و میخواین شریعت الله را تطبیق کنین و نظام خلافت اسلامی را تطبیق بکنین، نظام سیاسی اسلام در زمین الله تطبیق بکنین، در اینجا سر شما مصیبت ها، سختی ها، مشکلات اینا میاد. الله میگه ام حسبتم، آیا شما گمان میکنین ان تدخلوا الجنه، ای که شما داخل جنت شوین، ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، و بر شما نامده هست مثال کسانی که قبل از شما گذاشتن، دیگه مسلمانایی که قبل بودن، مستهم البأساء و الضراء، که بر از اینا اینقدر سختی ها و ضرر ها می رسید، و زلزلوا، ها قدر یا تکان داده می شدن، یعنی سرشان سختی ها می آمد، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تا ای که رسول و کسانی که امرای این رسول و پیغمبر بودن اینا می گفتن که متی نصر الله، چه وقت نصرت الله میاد، یعنی سرشان حالت سخت می آمد. الا آگاه باشین، الله متعال میگه که ان نصر الله قریب، نصرت الله قریب است برای کسانی که پیروان واقعی پیغمبرها هستند و به خاطر احیای نظام اسلامی و خلافت اسلامی اینا مبارزه میکنن. سوم، حکم انفاق میگه که یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال میکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که چی نفقه بکنن؟ قل ما انفقتم من خیر، بگو برشان آن چیز را که شما نفقه میکنین از چیزهای از مال خوب، فللوالدین، اول به مادر پدر، والاقربین قاربتان، والیتام و یتیمان، والمساکین مسکینان، و ابن السبیل و مسافران، و ما تفعلوا من خیر، و آنچه از خیر یا از نیکی شما انجام میتین، فان الله به علیم، الله به او بسیار عالم است. چهارم، در نظام سیاسی اسلام حکم جهاد مسلحانه بیان میشه در نظام سیاسی اسلام و نظام خلافت اسلامی. کتب علیکم القتال، این مسلمان ها فرض کرده شده هست بالای شما جهاد. قتال اینجا یعنی جهاد مسلحانه. بعضی از ملاهای درباری باز اینا میگه که نیست، جهاد نیست. و جهاد چی هست؟ ما با قلم جهاد میکنیم. اینجا نگفته که جهاد، کلمه جهاد قلمی ذکر نگه، گفته که کتب علیکم القتال. قتال برای قلم هیچ وقت در زبان عربی استعمال نمیشه. قتال جهاد مسلحانه هست که در وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم با شمشیر و با تلوار میشد و در عصر امروزی با سلاح‌های مدرن و تکنولوژی میشه. الله متعال میگه فرض کرده شده بالای شما قتال، جهاد، و هو کره لکم، این بر شما ناخوشایند است. طبعا در جهاد سختی هست، مشکلات از زخمی شدن است، شهادت از سختی دیدن ها هست، اینا رو میگه این بر شما سختی میکنه. و عسا ان تکرهوا شیئا، و بسیار قریب است که یک چیز شما او را بر شما ناخوشایند باشه، و هو خیر لکم، در حالی که او به خیر شما باشه. شما اگر در جهاد بندی میشین یا کشته میشین یا زخمی میشین، این بر شما خیر است، چرا مقام بسیار عالی، شهادت مقام جنرالی هست پیش الله. الله تعالی در جمله جنرال های خود در مقام شهادت نصیبت میکنه که در اونجا بسیار با رتبه عالی در روز قیامت و در جنت میباشی. و عسى ان تحبوا شیئا، و شاید هم که شما بسیار یک چیزی را دوست داشته باشین، و هو شر لکم، بر شما زشت باشه. یعنی دوری از جهاد، سکوت، خاموشی، دنیا طلبی، پیروی از تواغیت و از نظامهای طاغوتی و کفری، و این به شر شما باشه. والله یعلم، و الله میداند و انتم لا تعلمون، در حالی که شما نمیدانین. پنجم، شبهات دشمنان در مورد جهاد مسلمانان و رد از شبهات. ببینید در نظام سیاسی اسلام جهاد است، و این شبهاتی که دشمنای اسلام ترویج میکنن، الله متعال ایره رد میکنن. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، مشرکین می آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، برش میگفتن که قتال در شهر حرام چطور است؟
قل قتال فیه کبیر، بگو برشان که امی قتال و جنگ در ماه حرام بسیار بزرگ است. و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. اینا درست است که امی قتال کردن، جنگیدن در ماه حرام ای بزرگ است، اما از این که بزرگتر و خطرناکتر و گناه بسیار خطرناک چی است؟ و صد عن سبیل الله که مانع سبیل الله یک کس شود، این پیش الله بسیار بزرگ است، گناه بزرگ است. دوم، کفر به شریعت الله، این گناهی بسیار بزرگ است، این در نظر نمیگیرین. دو، و المسجد الحرام و تجاوز و به حرمتی به مسجد حرام و کفر به مسجد الحرام، این از او کده. ای سه، و اخراج اهله و بیرون کردن اهل ازی منه از آن اکبر عند الله، بسیار بزرگ است در گناه به نزد الله. و الفتنه اکبر من القتل. پنجم، خود کفر، فتنه کفر که است، این میگه بزرگتر است و خطرناکتر است از قتل کردن. ولا یزالون یقاتلونکم، الله متعال میگه متوجه باشین که همیشه با شما می جنگن این دشمنای الله، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا وقتی که شما را از دینتان مرتد بسازن، از دین شما را برگردانن اگر بتوانند. و من یرتد منکم، هر کسی از شما مرتد شود عن دینه، از دینش. ببین بسیاری کساس میگه کسی که کلمه خوان این کافر نمیشه. و من یرتد منکم، الله میگه هر کسی که از شما مرتد شود، مرتد میشه کسی که ضد شریعت الله، ضد حکم الله، ضد نظام الله کار بکنه، این مرتد میشه. و هر کسی که مرتد شد از دینه فیموت، بمره، و هو کافر، در حالی که کافر باشه، فاولئک حبطت اعمالهم، تمام اعمالش، عقیدش، توحیدش، نمازهاش، عبادتش، کلش از بین رفته به خاطر شخص مرتد شدن. فی الدنیا حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا و هم در آخرت. در روز آخرت این کافر مرتد هیچ عملش به دردش نمیخوره و ترازوی میزان برای گذاشته نمیشه، یا در ترازوی میزان اعمال از این محاسبه نمیشه، چرا هیچ چیز برش نمان. و اولئک اصحاب النار، اینا اصحاب دوزخ هستن، یعنی صاحب دوزخ هستن، مثل که یک نفر صاحب خانه باشه، کرانشی صاحب خانه، این بیخی می دوزخ یا دیگه بیخی می دوزخ هستن، هم فیها خالدون، در دوزخ برای همیشه می باشن. ششم، اجر و ثواب هجرت و جهاد، یعنی پیش الله هجرت چقدر اجر داره و جهاد چقدر اجر داره. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان دارند، والذین، و کسانی که هاجر و هجرت کردند، و جاهدوا، جهاد کردند، فی سبیل الله، در راه الله. اینجا فی سبیل الله وقتی گفته میشه این جهاد قتالی هست، مسلحانه هست. کسایی که هجرت کردند و جهاد فی سبیل الله کردند با سلاح، اولئک یرجون رحمت الله، اینا رحمت الله را امیدوار هستند. اینا واقعا مؤمنین هستند که منتظر رحمت الهی هستند. والله غفور رحیم، الله میگه که بخشاینده و مهربان است. الله مؤمنین، موحدین، مهاجرین، مجاهده، اینا را الله مغفرت میکنه و رحمت میکنه. و دیگر در احکام تشریعی اسلامی چی هست؟ حکم شراب و قمار است. الله متعال را بیان میکنن که یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو پرسان میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد شراب و قمار. این آیت باز با آیت بعدی که انما الخمر والمیسر والانصاب، این تدریجی هست، شراب به شکل تدریجی که الله متعال به چند آیت شراب حرام کرد، لکن آخری آیتی که بازی آیت‌های دیگر حکمشان منسوخ کرد، آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بازی. اما در این آیتی که قبل از بود، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، بگو برشان که در این شراب و قمار که هست گناهش بسیار بزرگ است و منافعش، بعضی منفعت ها هم هست که مثلا کسی تجارت میکنه و اسمهما اکبر من نفعهما، لکن گناهی از اینا از منفعتشان کرده بیشتر است. و یسالونک، و سوال میکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ماذا ينفقون، که چی نفقه بکنن؟ قل العفو، بگو عفو. کذالک یبین الله لكم الآیات، بگو برشان که اینی قسم الله روشن میسازن چی آیات خدا، لعلکم تتفکرون، شاید که شما تفکر بکنین. مطلب هفتم،
احکام تشریعی اجتماعی، یعنی نظام اجتماعی اسلام بیان میکنه. نظام اجتماعی اسلام چی هست؟ نظام هست که مسائل خانواده و اطراف و حقوق انسان و حقوق مادر و حقوق پدر و حقوق فرزند، اینا کلشان شامل میشن در چی؟ حقوق همسرا، حقوق شوهر، حقوق اینا کلش در نظام اجتماعی اسلام داخل هست. الله متعال میگه که فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، و یسالونک عن الیتام، و تو را سوال میکنن در مورد یتیمان، قل اصلاح لهم خیر. یکی از حقوقی که در جامعه اسلامی در نظام اجتماعی اسلام حقوق دارن، اطفال یتیم هستن. این حقوق طفل اینجا بیان میشه. اطفالی که یتیم هستن، طفل علاوه حقوق داره، باز طفل یتیم حقوق بیشتری داره. قل اصلاح لهم خیر، گو که این طفلای یتیم اصلاح نمودن برای از اینا بسیار خوب است. و این تخالطوهم، اگر شما خلط کنین، یعنی شما مال یتیم با مال خود یک جای کنین و با هم شریکانه بخورین، و اخوانکم، اینا برادرای دینی شما هستند. والله یعلم المفسد من المصلح، لکن الله میفهمد، از قلبتان با خبر است که آیا در این مال یتیم که با مال خود یک جای میکنین هدفتان فسادکاری هست یا اصلاح هست؟ میخواین که مال یتیم رشد بکنه، برای یتیم خدمت بکنین، زحمت کشین، و یا ای که حق تلفی بکنین و حق یتیم بخورین. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست، لعنتکم، شما را در سختی منداخت. ان الله عزیز حکیم، الله ذات عزتمند و بسیار با حکمت است. حکم نکاح مشرک در نظام اجتماعی اسلام است. ولا تنکحوا المشرکات، شما با زنان مشرکه هیچ وقت نکاح نکنین. وقتی میفهمین که یک زن مشرکه هست، چی هر قسم شرک داشته باشه، در ذات داشته باشه، یا در صفات داشته باشه، یا در افعال داشته باشه، یا در عبادت داشته باشه، یا در شریعت داشته باشه، اینال اگر این مشرک باشه، با امرای شما نکاح، شما مؤمنان نکاح نکنین، حتی یؤمن، تا وقتی که زن مشرکه ایمان ناورده باشه. ولامة مؤمنة، و یک کنیزک مؤمن که ایمان داشته باشه، خیر، بهتر است من مشرکه، از زن آزاد و مالدار مشرکه کرده. ولو اعجبتکم، اگرچه امی زن مشرکه شما را بسیار به تعجب بیندازه یا خوش شما بیه. ولا تنکحوا، ای مؤمنا، شما به نکاح نتین دخترهایتان را، مشرکین مشرکا را، دخترهایتان را به مشرکین به نکاح نتین، حتی یؤمنوا، تا که ایمان بیارین. متاسفانه بسیاری کمونیستایی در افغانستان بودن که صراحتا کفر میگفتن، ولی بسیاری کسایی که ادعای ایمان هم میکردن و میگفتن ما مسلمان هستیم، باز دخترای خدا به نکاح از این کمونیستا و این مرتدها میدادن. و یا بسیاری کسا برای مشرکین، برای مثلا روافض، اینا دخترای خدا میتن. الله متعال میگه شما به بت پرست و به مشرک و به کافر و به بیدین و به مرتد و به اینا دخترهایتان نتین تا وقتی که ایمان بیارن. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، و یک غلام که ایمان داره ای بهتر است از یک مشرک آزاد کرده. ولو اعجبکم، اگرچه همین مشرک شما را به تعجب بیندازد یا خوش شما به. اولئک یدعون الی النار، این مشرکین شما را دعوت میکنن به طرف آتش دوزخ. والله یدعو الی الجنه، و الله شما را طلب میکنه به طرف جنت و مغفرت، به اذنه، به اجازهش، و یبین آیاته، و الله متعال آیات و دلائل و احکامش ببینین، تشریعش برای مردم بیان میکنه، لناس، برای مردم، لعلهم یتذکرون، شاید که آنان به یاد بیارن و در این مسائل نظام اجتماعی اسلام اینا مثلا مخالفت نکنن. سوم، حکم عادت ماهوار خانم ها را میگه که و یسالونک عن المحیض، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از تو میپرسند در مورد عادات ماهوار خانم ها و دختران. قل هو اذن، بو که ای یک اذن، یعنی یک پلیتی هست، امی خون پلیتی هست، خون پلیت است. فاعتزلوا النساء، شما در وقتی که همسرانتان در عادات ماهوار یعنی در حیض باشن، شما از اینا جدایی بکنین در مباشرت یا نزدیکی جنسی، فی المحیض، در وقت حیض. ولا تقربوهن، و شما با اینا نزدیک نشین، مقاربت جنسی نکنین، حتی یطهرن، تا وقتی که اینا
طاهر و پاک شوند. فاذا تطهرن، وقتی که خوب پاک شدن، فأتوهن من حیث امرکم الله، پس به امرای زنا مقاربت و نزدیکی جنسی بکنین به همون شکلی که الله برای شما اجازه داده است، امر کرده است. ان الله یحب التوابین، یقینا که الله سبحانه و تعالی دوست داره توبه کننده ها را، و یحب المتطهرین، و دوست داره انسان های پاک را. چهارم، حکم اطاعت از احکام در روابط با همسرا. اینجا الله میگه نساؤکم، همسرای شما، حرث لکم، مثل کشتزار زراعتی هست. این کسایی که زبان عربی رو نمیفهمن یا کافر مرتد هستن، بسیاری وقتی آیات میخوانن معنای زور درست نمیفهمن. در زبان عربی وقتی تشبیه میشه یک چیزی به چیز دیگه، مثلا گفتیم که احمد مثل شیر است، ما شما میگیم که فلانی شیر واره هست، به این معنی نیست که او حیوان واره است، بلکه ما شما در زبان دری و پشتو و در زبان ها، در هر زبان است تشبیه میکنیم، مثلا فلان مثل شیر است، به این معنی که ای در غیرت خود، در شهامت خود، در شجاعت خود مثل شیر است. این حال اینجا الله متعال تشبیه میکنه خانم ها را، میگه اینا در پیدا کردن نسل بشر مثل چی هستن؟ مثل زمین های هستن که زمین هم برای ما رزق و روزی ما را چی میکنن؟ در اونجا مثلا کشت میشه، اونا باز تولیدات میشه. این حال همسران شما مثل از این آواره هستن. یعنی هدف از نظام اجتماعی اسلام و ازدواج و نکاح تنها مسئله جنسی نیست مثل که کافرها ایده فکر میکنن، بلکه در اینجا ادامه نسل بشریت است که نسل ادامه پیدا بکنه، جوانای مسلمان باشه، اهل اسلام باشه، عفت باشه، پاکی باشه، حقوق زن باشه، حقوق طفل باشه، حقوق خانواده باشه، احترام دو خانواده باشه. اینا رو وقتی که نکاح میشه یک تعداد بسیار از حکمت ها داره. الله متعال میگه که همسرای شما، نساؤکم، همسرای شما، حرث لکم، مثل کشتزار هست که برای شما اولادهای حلال و جایز و مشروع و خوب اینا به دنیا میرن. فأتو حرثکم انا شئتم، شما میتونین با این کشتزارتان نزدیکی و مقاربت جنسی بکنین. انا شئتم یعنی به هر کیفیتی که شما خواسته باشین، ایستاده یا به پهلو خفته. و قدموا لانفسکم، و تقدیم بکنین برای نفسهایتان چیزهای خوب را. و اتقوا الله، و از الله بترسین. و اعلموا، و بدانین که انکم ملاقوه، یقینا که شما با الله ملاقات میکنین. و بشر المؤمنین، و برای مؤمنین بشارت بدین. نساؤکم حرث لکم، همسرانتان مانند کشتزار هست برای شما. فأتو، پس نزدیکی بکنین، حرثکم، با کشتزارتان، انا شئتم، به هر کیفیتی که شما خواسته باشین. و قدموا لانفسکم، و تقدیم بکنین بر نفسهایتان اعمال صالحه، یعنی روابطتان با خانم ها روابط مشروع به اساس نکاح، به اساس تقوا، به اساس دینداری و ایمانداری باشه. و اتقوا الله، و از الله بترسین. و علموا، و بدانین که انکم ملاقوه، یقینا که شما با الله ملاقات میکنین. و بشر المؤمنین، و بشارت بده برای مؤمنان. پنجم منع از قسم های بیجا و بی ادبی در راستا. الله متعال میگه که شما بیجای قسم نخورین. ولا تجعل الله، و مگردانین الله را عرضة وسیله لایمانکم، برای قسم هایتان که هر وقت حق و ناحقی قسم میکنین نام الله را پیش بکنین. ان تبروا و تتقوا، ای که شما نیکی بکنین و تقوا بکنین و تصلح و اصلاح بکنین بین الناس، در بین مردم. والله سمیع علیم، الله بسیار شنوا هست، هر چیزی که شما میگین میشنوه. علیم، از حالتتان بسیار با خبر است، عالم است. و اگر کسی در زبانش قسم لغو میایه، یعنی عادتا مثلا بعضی کساس والا اینجا رفته بود، والا این کار کردم، هدفش قسم اساسی نیست که قسم بخوره که والله بالله تالله. الله متعال میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، شما را به قسم هایی که در زبان شما جاری میشه بدون توجه، در این شما را مؤاخذه نمیکنه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لکن شما را مؤاخذه میکنه به آنچه که قلب های شما کسب میکنن. و قصدن و با نیت قسم یاد میکنین. والله بالله تالله گفته. والله غفور حلیم، الله بسیار مغفرت کننده هست و بسیار حلیم است. حکم هفتم در نظام اجتماعی اسلام حکم ایلا هست.
و ایلا چی را میگن؟ ایلا یعنی قسم خوردن به عدم مقاربت جنسی با همسر است. یک کسی قسم میخوره که ما با همسر خود قسم میخوره که نزدیکی جنسی نمیکنم. این چی حکم داره در نظام اجتماعی اسلام؟ الله متعال میگه للذین یؤلون من نسائهم، کسانی که ایلا میکنن یعنی قسم میکنن از خانمهایشان که به همراهشان نزدیکی و مقاربت جنسی نمیکنن، تربص اربعه اشهر، برای از اینا مهلت 4 ماه است. فان فاؤوا فان الله غفور رحیم، اگر اینا برگشت کردن یقینا که الله مغفرت کننده و بسیار مهربان است. و این عزم الطلاق، و اگر باز قصد طلاق داشتن، فان الله السمیع علیم، پس الله بسیار شنوا و بسیار باخبر است از حالت شما. 8می حکم عدت خانم‌های طلاق شده هست. الله متعال میگه والمطلقات، و خانم‌های طلاق شده یتربصن بانفسهن 3 قروء، اینا 3 قرعه که 3 حیض یا 3 طهر است. این علما باز تشریح میکنن، یعنی در مجموع در 3 ماه که چی میگن، این 3 حیض یا 3 طهر بالایش سپری میشه. ولا یحل لهن، یعنی عدتشان امی 3 قروء هست. ولا یحل لهن، و حلال نیست به زنهایی که طلاق شده‌اند ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که اینا اگر در امی وقت اینا در رحمشان طفل است، اینا بپوشانن یا پد بکنن، به خاطر که شوهر شیر طلاق دادن، باز ای از رحم خود ای اولاد بپوشانه، بلکه باید ایره بگویه، چون خانمی که وقت طلاق میشه باز ای حامله باشه، باز عدت از ای وضع حمل است، یعنی تا وقتی نکاح کردن میتونن تا ای طفلش به دنیا نیایه، ایره باید نپوشانه. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر این خانم ها ایمان به الله و روز آخرت داشته باشند، و بولتهن احق بردهن فی ذلک، و شوهرانشان مستحق تر هستند به برگشت از اینا در این مسئله. مثلا اگر طلاق رجعی باشه، مثلا یک طلاق دادن، یا طلاق رجعی است که با مراجعه عادی رجوع میکنن، یا طلاق بائن است که با تجدید نکاح میشه، اینجا پس شوهرایشان به اینا اگر دوباره صلح میکنن و دوباره با هم زندگی خود ادامه میدن، این برشان میگه احق بردهن فی ذلک، این اراد اصلاح، اگر اراده و قصد اصلاح را داشتن. اگر بعد از این خانم گفت که من هم بلی از اشتباهات خود متوجه شدم، و شوهرم گفت بلی من به اشتباهات خود متوجه شدم، بعد از این ما شما جنگ نمی کنیم، جنجال نمی کنیم، اختلاف نمی کنیم، زندگی نرمال پیش میبریم، اراده اصلاح کردن، پس باز این دوباره به هم، مثلا در طلاق رجعی و بائن، یعنی در یک طلاق و 2 طلاق است، دیگه باز میتونن که پس دوباره برگشت بکنن. ولهن، و برای خانم ها همه قدر حقوق است، مثل الذی علیهن، به مو اندازه حقوقی که با بالایشان است، یعنی بالمعروف و نیک. وللرجال علیهن درجه، لکن مردها در مسئولیتی که در خانواده دارن، در اینجا برای زنا درجه هست. چرا؟ مسئول هستن، یعنی مردها در بین خانه ها جوالیگری هم مردها میکنن، سودار هم مردها میکنن. یعنی در ما از یک خانواده اسلامی صحبت میکنیم که این خانم بسیار مکلفیتات خاص خود داره و این شوهر مکلفیت های خاص خود داره. مثلا رعایت خانم خود میکنن، نفقه بالایش فرض است، خانه باید برای خانم خود یا بخره یا کرا بگیره، این بالایش فرض است، لباس خانمش هست، اینها هست. پس بر از این یک درجه هست. والله عزیز حکیم، و الله ذات عزتمند غالب و حاکم است که احکامش حکیمانه هست. احکامی که درباره حقوق خانم ها و حقوق شوهرها و حقوق خانواده و حقوق مادر و پدر و حقوق اولاد، این حقوق هایی که در الله بر از اینا داده است، این در حقیقت این با حکمت الهی هست که سبب چی میشه؟ سبب ادامه زندگی خانوادگی میشه. در غیر از او قوانینی که دشمنای الله جور میکنن، شما با چشمتان ببینید که در خانوادگی های از اینا چقدر ورشکستگی ها هست. مثلا چقدر زنها هستن که ازدواج نکردن، بدون ازدواج مانن، چقدر مردا هستن که بدون ازدواج هستن و عیاشی میکنن، و چقدر خانم ها طلاق شدن، و چقدر مردها مثلا خانمایشان از پیششان رفته و چقدر طفلا بی پدر و بی مادر ماندن، و چقدر فرزندهای هوملس هستن که بدون خانه هستن. اینال الله
حقوقی که تعیین کرده این حکیمانه است، چرا که الله غالب با حکمت است، غلبه پیش الله است، لکن هر حکمش حکیمانه هست. نهم، حقوق و مکلفیت های همسرا در جدایی و طلاق. مثلا دو همسر با هم زندگی میکنن لکن جدا میشن، چی حق دارن، حقوقی دارن؟ بله، الله متعال میگه الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه هست. یک مرتبه شوهر طلاق میتن که طلاق رجعی میگن، و مرتبه دوم طلاق باین است که باز در طلاق باین اینجا تجدید نکاح میشه. فامساک بمعروف، وقتی که اگر یک کسی دو طلاق داد ای چی بکنه؟ یا حق از اینمی بالای ای خانم بالای می شوهر چی حق داره؟ یا امساک به معروف میکنه که پس به امرای خانم خود صلح میکنه و دوباره زندگی نرمال پیش میبرن، خانم خود حفظ و نگهداری میکنه و نیکی، او تسریح به احسان، یا طلاق سومی را هم برش میده و ایره اجازه میده با نیکی، برش میگه شما آله که زندگی نرمال ما پیش نمیره، شما برین زندگی خدا پیش ببرین، من زندگی خدا پیش میبرم. ولا یحل لکم، و بر شما مردها حلال نیست، ان تأخذوا ایکی بگیرین مما آتیتموهن، آنچه که برشان دادین، شیئا چیزی از مهرهایشان و مالی که برشان دادین، حق ندارین کوره پس از پیش از اینا بگیرین، الا ان یخافا ان لا یقیما حدود الله، مگر ای که بترسن که یا نمیتونن بدون ازی گذشت از مال خود، یعنی حدود الله را تطبیق بکنن. فین خفتم، اگر ترسیدین که الله یقیم حدود الله، که اردو نمیتونن که حد و شریعت و حکم الله را تطبیق بکنن، فلا جناح علیهما، پس گناه نیست بالای زنا، فی مفتدت بهی، آنچه که ای خانم فدیه میکنه، یعنی ایرا طلاق میگن که مثلا خانم از یک مقدار از مهر خود میگذره و برای مرد میگه که من از این حقوق خود گذشتم، شما برای من طلاق بتین. این اگر در این باز جرامت میکنه و دیگر راه نمی باشه، چون شوهر بعضی اوقات امی شوهری که طلاق میده خود محکم میگیره که مثلا بینال ما چقدر طلا هست یا چقدر پول مثلا مهری تو ما دادن نمیتونم و جنگ و جنجال و دعوای زنا ادامه میکنه. این در این صورت ایره باز خلع میگن. خلع چی است؟ این حکم خلع است که باز خانم از مهر خود یا از مقدار از مهر خود تیر میشه و باز برش میگه که من از این قدر بناهن طلاق مرا اجرا بکن. تلک حدود الله، اینمی حدود و احکام الله هست. فلا تعتدوها، از احکام الله تجاوز نکنین، ظلم نکنین، در مقابل یکی دیگه تجاوز و خیانت نکنین. و من یتعد حدود الله، و هر کسی که تجاوز در حدود و احکام الله بکنه، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالما هستند. دومی حکم طلاق ثلاثه هست. مثلا 3 طلاق است. ما گفتیم یکی طلاق رجعی بود، یکی طلاق باین بود، یکی طلاق ثلاثه هست. حالا اگر یک کسی برای خانم خود 3 طلاق میده، این حکمش چی است؟ فان طلقها، میگه اگر ایره باز بعد از 2 طلاق که پیشتر گفت که 2 طلاق هست، اگر بعد از 2 طلاق سومی هم میده، فلا تحل له، باز امی خانم بر از امی مرد حلال نیست. من بعد و بعد از طلاق 3 ثلاثه این حلال نیست، حتی تنکح زوجا غیره، تا ای که ای چی کنه؟ نکاح بکنه امی خانم با شوهر دیگه. این حال باز ای خانم اگر با شوهر دیگه باز ای نکاح میکنه، دیگه پیش از ای دیگه با پس رجوع کردن نمیتونه. وقتی که زن طلاق 3 طلاق دادی، امی جزایت است دیگه که دروازه را سر خود بسته کردی. حالا اگر این مرد پشیمان میشه، دیگه ای چی نداره، پشیمانی برای فایده نمیکنه. متوجه هستین؟ حتی تنکح زوجه، تا ای که او خانم بره نکاح دیگه بکنه، شوهر دیگر بگیره. فان طلقها، اگر او شوهر دومی باز ای خانم طلاق بده، فلا جناح علیه، باز بالای ازی گناه نیست بالای شوهر اولی که ایتراجع، که باز ای اردویشان پس مراجعه بکنن، خانم و شوهر بین هم چی کنن؟ جور بیان. انسان ان یقیم حدود الله، اگر به ای گمان بودن که اینا میتونن که احکام الله را بعد از این تطبیق بکنن، آل فامیدن، طلاق گرفتن و زن شوهر دیگه هم گرفت و امرای از هم زندگی کرد، آل فامید ای خانم و ای شوهر که والا ما بسیار اشتباهی بزرگ کرده بودیم، آل میتونیم که احکام الله را تطبیق بکنیم و زندگی نرمال خانوادگی داشته باشیم. و تلک حدود الله، ای احکام الله. چقدر الله حدود احکام خود بیان میکنه، یعنی شریعت الله هست. یبینها لقوم یعلمون،
بیان میکنه برای قومی که میدانند. یکی از مشکلات خطرناکی که امروز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لعن الله المحلل والمحلل له. الله لعنت کرده است اونمو محلل، کسی که حلال کننده هست، و محلل له، و برای کسی که او را حلال کرده میشه. هیچ معنی محلل و محلل له؟ محلل مردی هست که مثلا بعضی کسا وقتی که خانمشان 3 طلاق دادن، بازی ها یک سازش میکنن، یک مردی را پیدا میکنن. این یک شکلی از دیوسیت است. برای خانم خود یک شوهر را پیدا میکنن، باز بر از اون میگه که من قدر پیسه میتم امرای خانم ما که 3 سنگ طلاق دادیم، ایره مثلا به شکل موقتی تو بگی مثلا به امروز یک نکاح بکن، یک پیسه را بگی، باز وقتی که امروز نکاح کردی باز پس ایره طلاق بده. اینمی مرد دومی که حاضر میشه که با امرای از این زنان طلاق شده به خاطر از اینکه ایره بر شوهر اولیش حلال بسازه نکاح میکنه و باز پس ایره اعلام میکنه، الله سرزی لعنت میکنه. لعنت شما را یعنی طرد است از رحمت الله. و محلل له که از اونمو شوهری که بر از او حلال کرده شده است، یعنی شوهر اولی که او خسته از او مردکه تقاضا کرده که بیا این خانم مرا بگی که تا که ای بر ما حلال شوه، ما رسید طلاق دادیم. اینال بالای از این لعنت. چرا که ما در شریعت اسلامی طلاق موقت یا صیغه نیست. نکاح که از چیز دائمی هست که باید همیشه انسان تصمیم داره که من با این خانم زندگی میکنم و اولاد میرم و زندگی و تشکیل خانواده میتونم و این تشکیل خانواده به شکل دائمی میباشه، نه به شهوت رانی هایی که مثلا با این موقت و صیغه و ایگفا میشن. و 11 حکمی که در اینجا هست نهی از ظلم در حقوق خانم های طلاق شده. یعنی در اسلام خانم ها حقوق بسیار زیاد دارن که بیان شده و در اینجا زیادتر مثلا چون مسئله طلاق است، در وقت طلاق الله متعال حق از اینا را بیان میکنه تا اتو نشه که بسیاری مردها حقوق خانم هایی که طلاق میشن حق از اینا را حق تلفی بکنن. و اذا طلقتم النساء، وقتی که شما مردها خانم هایتان طلاق کردین، فبلغن اجلهن، باز اینا به امو مدت چی رسیدن؟ به مدت امو وقت معینش رسیدن. فامسکوهن بمعروف، یا شما اونا را اگه طلاق رجی بود یا طلاق باین بود، فامسکوهن، پس اونا را بگیرین پیشتان نگهداری بکنین به طریق نیک، او سرحوهن بمعروف، یا حق برشان بتین، اجازه بتین به نیکی رهایشان بکنین که اونا برن زندگی عادی خدا با شکلی که خودشان میخوان و پیش برن. ولا تمسکوهن ضرارا، و شما اینا را نگیرین به خاطر ضرر رساندن، لتعتدوا، تا تجاوز بکنین. و من، و هر کسی که، و من یفعل ذلک، و هر کسی که چنین فعل را میکنن، فقط ظلم نفسه، یقینا که بالای نفس خود ظلم کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، شما آیات الله را به مسخرگی نگیرین. و اذکروا نعمت الله علیکم، و یاد کنین نعمت های الله را بالایتان. و ما انزل الله علیکم، و آنچه که الله نازل کرده بالای شما، من الکتاب و الحکمه، از قرآن و سنت، یعظکم به، با این شما را پند میده. و اتقوا الله، و بترسین از الله. و علم، و بدانین که ان الله بكل شیء علیم، که الله به هر چیز بسیار عالم است. 12 حق ازدواج مجدد خانم ها بعد از طلاق. یعنی خانمی که مثلا طلاق شده حق داره که با شوهر دیگه به اختیار خود ازدواج بکنه. و اذا طلقتم النساء، وقتی که شما خانم ها را طلاق دادین، فبلغن اجلهن، اما مدت خود پوره کردن، عدت خود پوره کردن، فلا تعضلوهن، پس شما مانع از اینا نشین که ان ینکحن ازواجهن، که اینا بخیزن با امسرایی که در آینده میخواین ازدواج بکنن یا نکاح بکنن. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که اینا در بین خود به نیکی مطابق شریعت الله اینا چی کردن؟ رضایت کردن. ذالک، اینمی یوعظ به، وعظ میشه، نصیحت میشه. من کان یؤمن منکم بالله، من کان منکم، هر کسی از شما که یؤمن بالله و الیوم الاخر، به الله و روز آخرت ایمان داشته باشه. ذالکم ازکی لکم و اطهر، این بسیار بر شما پاک و طاهر است. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میدانه و شما نمیدانید. دیگه حق
رضاعت یا شیرخوارگی بر اطفال است در نظام اجتماعی اسلام. و الوالدات، و الله متعال میگه که مادرها یرضعن اولادهن، اولادهایشان شیر بتن حولین کاملین، 2 سال کامل، لمن برای کسی که اراد ان یتم الرضاعه که میخواد که امی مدت رضاعت تکمیل بکنه. و علی المولود له، و بالای پدر چی هسته؟ رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اگر این خانم مثلا طلاق شده می باشه، باز رزق از این خانم و لباس از این بالای در وقت رضاعت بالای اینمی شوهر است، بالای پدر اینمی طفل است. لا تکلف نفس الا وسعها، مکلفیت داده نمیشه بالای یک نفس الا به اندازه وسعتش، یعنی اگر مرد به مو اندازه که توانایی داره به مو اندازه مکلفیتش است. لا تضار والدة بولدها، ضرر رسانده نمیشه مادر والدتون به ولدها، مادر در بخاطر فرزندش، ولا مولود له، و نه هم پدر به ولده به فرزندش. و علی الوارث مثل ذلك، و همین قسم وارث مثل از این هست. فین اراد فصالا عن تراض منهما، اگر خواستن که اینا جدا بکنن امی طفل با رضایت دو جانبه و تشاور و مشوره، فلا جناح علیهما، اگر قبل از 2 سال میخواستن که طفلک جدا بکنن از شیر، این در صورت که به طفل ضرر نرسه و مشوره کردن و رضایت جانبین بود، باز گناهی بالای زنا نیست. و ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم، و اگر شما خواستین که خانمتان که طلاق شده هست و او نمیخواد برای طفل شیر بده، شما خانم دیگه را بر رضاعت میگیرین، بر یعنی شیر دهنده برای طفل اجوره میگیرین دیگه. اگر این خواستین فلا جناح علیکم، بالای شما گناهی نیست، اذا به شرطی که یعنی وقتی که سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وقتی که تسلیم بکنین او مقداری که تعیین کردین به می خانم شیر دهنده به شکل نیک. واتقوا الله، و از الله بترسین، و اعلموا و بدانین ان الله بما تعملون بصیر، که الله متعال به هر چیز شما بینا هست. دیگه حکم عدت خانم های بیوه شده چی هست؟ یعنی خانم هایی که بیوه هستن عدت از اونا را الله متعال میگه والذین، و کسانی که یتوفون منکم، از شما وفات میکنن، و یذرون ازواجا، و همسران از خود میگذارن. آل این خانمش چی حکم است؟ یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا، این خانم‌ها 4 ماه و 10 روز عدت دارن، یعنی خانم‌های بیوه، کسایی که شوهرشان فوت کردن. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که 4 ماه و 10 روز خود پوره کردن، فلا جناح علیکم، پس بالای شما گناه نیست، فیما فعلن فی انفسهن، که اگر این خانم شوهر مرده در مورد خود تصمیم میگیره یا نکاح دیگه میکنه، بالمعروف، به شکل معروف و نیک. والله بما تعملون خبیر، از الله از آنچه که شما عمل میکنین با خبر است.